بازگشت کمانداران طلایی از جام جهانی شانگهای. این مدال حاصل اتحاد تیمی خیلی خوب ایرانه. مرحله نخست جام جهانی تیراندازی با کمان با حضور کمانداران 47 کشور برگزار شد، اما اون چه قهرمانی بچه‌ها رو پررنگ‌تر کرد اینه که قدرت‌های جهانی کامپوند همه اونجا بودن. ما تو گروهی که بودیم گروه واقعا خیلی سختی بود. گروهی بود که فرانسه، دانمارک و هند بودش. آمریکا به نظر من دیگه از همه‌شون سخت‌تر بود. مسیر بسیار سختی رو داشت، تقریبا از ابتدا تا انتها که در فینال باشه تمامی مدعیان درجه که جهان رو تونستن بچهای ما شکست بدن. ابتدا تیم هند، بعد تیم هلند رو که خودشون از رکورددارهای جهان هستن و بعد تیم فرانسه رو و بعد در فینال موفق شدن تیم قطر آمریکا که رنک 1 جهان هست رو در واقع شکست بدن. مسیر رو به جلوی کمانداران از بازی‌های آسیایی و کسب مدال‌های طلا و برنز آغاز شد و پس از اون مسابقات آسیایی و رقابت‌های جهانی عرصه یک تازیشون بود. این موفقیت پایان کار نیست. حالا کماندارمون باید آماده بشن برای کسب سهمیه‌های المپیکی در مسابقات جهانی که حدود 40 روز دیگه در ترکیه برگزار میشه. غلامرضا منگلی، خبرگزاری صدا و سیما.